احتمالاً درباره کشتی کروزی که توی گالاتاپورت استانبول لنگر انداخته شنیده باشید. قراره که این کشتی 7 تا قاره رو توی 1095 روز یعنی 3 سال بگرده و توی این مدت از 140 تا کشور بازدید کنه. این کشتی توی 382 تا اسکله لنگر میندازه و تقریباً 130,000 مایل مسافت رو طی میکنه. کشتی از استانبول حرکت میکنه و توی اولین استاپ توی بندر بارسلون لنگر میندازه. البته مقصد اصلی کشور باهاما توی قاره آمریکاست. بعد از 285 روز و بعد از دیدن کلی شهر توی آمریکا و کانادا از آلاسکا به سمت ژاپن حرکت میکنه. 503 روز آینده این کشتی کلی گشت توی قاره آسیا و استرالیا و نیوزلند انجام میده و بدون اینکه به خلیج فارس و ایران سر بزنه از مالدیو به سمت جزیره سیشل حرکت میکنه. البته باید بدونید که بعضی جاها کشتی برای مدت 1 تا 4 روز هم ممکنه که توی یه اسکله لنگر بندازه و توقف داشته باشه. اما تو قاره آفریقا خیلی توقف زیادی نداره و فقط 111 روز کل قاره رو از پایین به بالا دور میزنه و خودش رو میرسونه به ایتالیا. کشتی کروز 187 روز آینده رو توی قاره اروپا میگذرونه و در نهایت 31 اکتبر 2026 بعد از 1095 روز برمیگرده استانبول، همون جایی که استارت زده بود. قیمتش چقدره؟ حداقل قیمت برای هر نفر بابت هر سال اقامت و دریافت همه خدمات به صورت آل اینکلوسیو معادل 38500 دلاره که میشه بابت 3 سالش 115500 دلار یا تقریبا 6 میلیارد تومان.